بهترین دونر یا کباب ترکی رو با این روش تو خونه درست کن. روز 28 از بهترین فست‌فودهای رستورانی. به گوشت چرخ کرده یه دونه پیاز کوچیک و یه حبه سیر رنده شده اضافه کنید. به جای گوشت چرخ کرده میتونید مرغ چرخ شده استفاده کنید و دونر مرغ درست کنید. حالا ادویه ها رو به همراه ماست و روغن بهش اضافه کنید. 3-4 دقیقه گوشت رو برز بدید تا یه حالت چسبناک داشته باشه. نصف گوشت رو روی کاغذ روغنی بذارید و یه کاغذ روغنی دیگه هم روش قرار بدید و با استفاده از وردنه اینطوری نازک بازش کنید. گوشت رو روی قسمت براق کاغذ روغنی بذارید که بهش نچسبه. حالا اون کاغذ روغنی که روش گذاشتیم رو بردارید و از قسمت پایین شروع کنید به رول کردنش و روی سینی فر بذارید. اون قسمت دیگر رو هم به همین شکل رولش کنید.